بسم الله الرحمن الرحیم. درس‌هایی از مثنوی. شناختی. مطلب این است که ما همه چیز را با عقل میشناسیم، اما حقیقت شناخت را چه کسی به عقل داده است؟ یا همه چی را با گوش میشنویم؟ حقیقت شنوایی را کی به گوش داده است؟ همه چیز را با زبان سخن میگیم، منتقل میکنیم مراد خود را. حقیقت سخن را کی در ما قرار داده است؟ یا همه چی را با چشم میبینیم؟ حقیقت بینایی از کجا آمده است؟ خیلی نکته است که باید همیشه روش فکر بکنیم. اینجاست که جناب مولوی میگه خدایا همه اینها تو عنایت کردی در قالب یک مناجات. دیو را نطق تو خاموش میکنند، یعنی دیو نفس ما را وقتی ما زبان به سخن میگشاییم سر تا پا گوش میشه. گوش ما را گفت تو هوش میکنند. ما با این گوش میشنویم، حس شنوایی، اما اون هوشیاری حقیقت شنوایی رو تو به گوش ما میدهی. گوش ما هوش است چون گویا تویی، خشک ما بحر است چون دریا تویی. گوش ما اگر هوشیار میشه، حقیقت شنوایی را داره، در واقع این هوشیاری رو تو به گوش ما میدی. خشک ما را تو دریا میکنی، یعنی ما وجود انسان کویری است خشک، خوشتر از کویرهای بیرونیه، اما کویر جان ما را تو دریا میکنی با آب حیاتت. با تو ما را خاک بهتر از فلک، ای سماک از تو منور تا سمک. اینجا میگویه خدایا این خاک وجود ما را این تو هستی که به فلک میبری و از عرش، از فرش به عرش میبری، از خاک به افلاک میکشانی. همه چی تو هستی. قول علامه طباطبایی مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سمایش کشش لیلا بود. یعنی همه چی خداونده. لذا بی تو ما را بر فلک تاریکی است، با تو ای ماه این فلک باریکی است. میگه خدایا تمام این افلاک تاریکه، همین جهان هستی رو تو روشن میکنی. اگر تو ماه حیات نباشی، اگر تو آفتاب ندرخشانی، در سپهر هستی همه تاریکی. همینطور در جان ما حقیقت شناخت را، آفتاب معرفت را تو در جهان انفسی ما، درون ما روشن نکنی، ما تاریکیم. ما الان نور خورشید رو در آسمان میبینیم، اگر حقیقت شنوایی در ما هست، اگر این حقیقت در ما نباشد، ما این زیبایی تابش خورشید رو هم نمیبینیم. مثل کسی که بچه‌ای که زیر آفتاب خوابه هستن، این حالت رو داره. لذا در جای دیگر میگوید که ای دهنده عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. تو به ما عقل دادی، اگر تو نخواهی همین عقل قدرت شناخت نخواهد داشت. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش. لذا هم تو میگویی از زبان ما، هم تو میشنوی، حقیقت شنوایی هستی از گوش ما، هم تو میبینی، یعنی حقیقت بینایی هستی از چشم ما. همه چی تویی. انا لله و انا الیه راجعون که مولا در نهج البلاغه در تفسیرش فرمود، وقتی میگیم قالوا انا لله اقرار علی انفسنا بالملک، خدایا اعتراف میکنیم که همه چی تویی، مالک تویی، ملک تویی، ما مملوک تو هستیم. وقتی میگیم الیه راجعون اقرار علی انفسنا بالهلک، یعنی خدای ما هیچی، هلاکیم جز تو نباشی ما هلاکیم، مثلا هیچی نیستی. کل شیء هالک الا وجهه،
اما اگر در وجه خدا قرار بگیریم اون موقع حیات و جاودانگی پیدا میکنیم، یعنی با خدا معنی پیدا میکنیم. کل شیء هالک جز وجهه، گر نهی در وجهه هستی مجو. اما وجه الله شدی جاودانگی پیدا میکنی. وجه الله شدنم با حیات معقول به دست میآید، با عشق حقیقی پیوستن به او، از همه مظاهر و تعلقات عبور کردن، از کثرتها به دریای وحدت وصل شدن نصیب انسان میشه. خداوند به ما توفیق بده که قدردان او باشیم در همه جا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.